یوسف خان، طفل بیدار شد؟ شاید نتیجه معاینات آمده باشه. از طریق غذا مسموم شده. درست گفتن نمیتونیم که تمامش از خاطر غذاهای خوردگی شده. به دلیل باکتریایی که در روی غذایش بوده مسموم شده. شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои БТА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. ما میفهمین توران باکتری به نام سلارامونیلا مسموم ساخته. یک دقیقه من نفهمیدم. یعنی با غذایی که خورده ارتباط نداره؟ نه خیر، ارتباط نداره. بیاز غذایی که ما برش میتیم داخلشی باکتریا وجود داره و این باکتریا میتونه که پیشروی هم کنن. اما بسیار شکر است که این مریضی به توران ضرر نرسانده. شکر خدایا. صبح بخیر. صبح بخیر خانم. از توران کدام خبری است؟ خدا را شکر خوب است. یوسف گفت گپ قابل تشویش نیست. اوه، هزار بار شکر که بخیر گذشت. اوه، راست میگی. به خدا از دست سردردی خاط مردم. تو را چی شده؟ باز ایره چرا در سرت بسته کدی سلطانه؟ به خدا خانم، سرم درد داره. به خاطر توران زیاد جگرخون بودم. دیشبش نخوابیدم. دیشب یوسف خان خانه آمد. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. بفرمایین آقا. خانم بیادارم خوب شده، حالش گرفتم. شفا باشه. طفل است، مریض میشه، اما انسان یکم به تشویش مندازه. دعا کنین بیادر که ما هم صاحب نواسه شوم. انشالله حسن. حسن، اونجا که رفتیم بیادم بیار که درباره بیمه کارمندو هم گپ بزنیم. حتما باید این کار کنیم. خبر شدم که شرکتی بیمه در اونجا یک نمایندگی جدید باز کرده. ما مامورا میگفتم بیادر تشویش نکو، از یادم نمیره. زنده باشی. خانم حمیده، یوسف خان میگه که با اونام چای تیار کنم؟ نه یوسف مستقیم به شرکت میره. ابی از او حال ما میرم به توران چیز ضرورت نشه. خدا کنه که زود خوب شوه. یک گپ پرسان میکنم. آی، اما نور تا حال بیدار نشده؟ که خواب کرده که بیدار شوه. تمام شب بیچاره درس خونده میرفت. ای به خدا راست میگه. دیشب که من بیدار شدم دیدم که گروپ اتاقش روشن بود. درس خونده میرفت. همین که صحتمند باشه، هر قدر که درس میخوانه ما کدام مشکلی نداریم. راست میگن، صحتش مهمتر است. نوش جانتان. زنده باشی. درست از باده. چند دقیقه بعد میبریم باز خواد دیدیم. صبح بخیر. صبح بخیر بچیم. صبح بخیر بچیم امرای باده ملاقات داری؟ مارگه تارا که گرفتیم میخواه ببینه خانم کاکا. بعد از او شاید یک دفعه به انبارم بریم. یوسف هم میره؟ با یوسف خبر ندادیم. توران که مریض شد نخواستم برش خبر بتو. بچیم اگه برش میگفتی باز خوب میشد. همی داده کارای بچه خیر از نگی. آی بلیاز خدا یلماز خان، ما کدام گپ بد گفتم؟ امی که از دانم گپ میبرای خفکم میکنین. بچه مرا غلط درک نکو، به فایده تان میگم. به خاطر که کار نو شروع میکنین باید بین هم مشوره کنین. بازی گپا به خاطر میگم که بینتان مشکل نبیایه. بس امقه تو همی کار جدی بگی، یکی دیگه تانه در جریان بانین. ما دفتان نفهمیدم خانم کاکا. خانم کاکای مقبه جانبه است. باید کارمند جدید ماست کاکا. یوسف باید از کارایش با خبر باشه. گپ خوب درک کردی. چطور؟ مشوره خوبی برش دادم نی؟
یوسف خان هم نامدن. پس یه اوراق مانیا رو کی گرفته باشه؟ بله محمد. بچه کاکا، من کمی کار دارم، شما برین. از اینکه خبر دادی تشکر. روز خوش برات میخوایم. زنده باشی بچه کاکا. مثل که دیدی خانم کاکا، چیزی که از دست محمد انجام دادم، اما بچه کاکا هم کار داشت. فرق نمیکنه بچه. امی مهم است که برش خبر دادی. دختر، جمیله تو هم اینجا بیا. از شما فقط یک بار سوال میکنم، شما بدون چون چرا یک دفعه جواب میتین. فهمیده شد؟ چی شده خاله سلطانه؟ فقط من سوال میکنم جمیله جان. دیشب در اتاق یوسف خان کی رفته بود؟ خاله چرا باور ندارین؟ ما نرفتیم. به خدا قسم که قدم خودم نموندیم. من خود دیشب وقت خوابیدم. بیزوم شما را ساده پای خواب میبره. کسی آمده داخل اتاق شده تا شما خبرم ندارین. چی شده؟ نیک اوراق یوسف خان گم است. ما که دیروز شفاخانه بودیم، یا دیشب بعد از ما کسی خوب به خانه نامده بود؟ خانم حوام نامده بود؟ یوسف اینا بسیار زیباستن. از تو یک مزرعه خواهی قرضدار هستم. بیبی دیشب بسیار جگرخون بودیم، با خاطر که علت مریضی تو را نفهمیدیم. تو را کمی خفه ساختم، مرا ببخش. فرق نمیکنه، مهم نیست. من درکت میکنم یوسف، چون به خاطر توران بسیار به تشویش بودی. من نمیخواستم تو را خفه بسازم، اما در مقابل دروغ بسیار حساسیت دارم، نمیتونم دروغ بشنوم. او لحظه هیچ فکر نمیکنم که در مقابل ما کی ایستاده است، به خاطر که پیش ما دروغ بهانه نداره. بیبی حقیقت هر قدر که بدم باشه برام بگو. تو همراه ما صادق باش. اگه کدام مشکل باشه باز یک جای حلش میکنیم. فهمیده شد؟ ما از دل تو خبر دارم. اگر نمی ترسیدی حتما حقیقت برام میگفتی، اما تو ترسیدی. البته که من زیاد قهر شدم. خب از یک نگاه من حق به جانبم بودم. بیبی من تو را بسیار خوب میشناسم. تو اگه کدام وقت بخوایم باز نمیتونی برای من دروغ بگویی. یوسف هوا مرا ببخش. این قسم سعی نکن، اگه نه خدا بخشیده نمیتونم. خسته شدم از رزمان. داما جان خوش آمدی. خوش باشین پدر. توران جان چطور است؟ حال صحتش خوب شده؟ بله پدر، حال خوب شده. ماشاءالله ماشاءالله. دیشب هوا گفت زیاد جگرخون شدم. به هر صورت من از تو بچه بسیار خفه هستم. چرا پدر؟ خیرت باشه. در دکان قامادگی گرفتیم، حتی به کار جدید خودم آغاز کردیم. تو یک بارم به طرف دکان ما نآمدی. من از پیشت خفه هستم بچه. حق به جانم هستیم. از این کاروبار هیچ خلاص شدنی نیستیم. ما به زودترین فرصت خواهد آمدم. درست است.
یعنی از شما دو نفر هیچ کدامتان داخل اتاق نشدید؟ خاله چندین بار برات گفتم تو هیچ بالای ما باور نداری؟ با خودم هم درست نمیفهمم. اگه یوسف خان گفت او اسناد مهم کجاست، باز مقابلش جواب داده نخواستین. خاله یک بار دیگه میپریم شاید پیدا شوه. حال گذشت دخترم گذشت. درسته شما در این کار مداخله نکنین، متوجه کارهای خود باشین. حالا دیگه زود باشین. دختر ما برات یک گپ بگویم، این کار هیچ به یوسف خان ارتباط نداره. حتما کدام کاسه زیر نیم کاسه است. باز برات گفته باشم. چی شده دختر؟ نیک از گپای سلطان ترسیدی چطور؟ راستش اگه واقعیت بگوییم یه غم است، اگه نگوییم دیگه غم است. دیروز که در شفاخانه گفتم هوا به طفل که خورانده چشموی خواست سرم کشید. بعد از هیچ کارش مداخله نمیکنم. اگه نیم ما را از خانه جواب خود دادن، پولی که ما از اینجا میگیریم هیچ چیز نمیشه پنار. کجا میری دختر؟ میشیشتی که کم دگام گپ میزدیم. در بخش کم کار دارم، باز بعدن گپ میزنیم. بعد ما و هوا به قهوه خوردن میریم. بعدا هوا را شفاخانه میبرم که متوجه توران باشه. بیزو تا که او را نبینم راحت بودن نمیتونم. فکر خوبه کردین. شما برین، ما از را پیش توران میایم. زنده باشین پدر. پدر و مادرت هم شاید همونجا باشن. باید یک بار شفا باشه بگوییم برشان. حال دیگه ما با هم خیش هستیم. خوب حال مرام با دکان برسانین، باز برید. البته پدر، البته. به خدا این کار شروع نشده مرا خسته ساخت. پایم یک قسم درد میکنه که هیچ پرسان نکن. زندگی بی موتر چقدر مشکل بوده. پدر سابق ما قراره پیاده میگشتی، آلیا مامور است. تو هم راز میگی دخترم، اما ای که انسان به کار شروع کرد باز میفهمه. حال دیگه موتر شرط است. دیگه نمیخوای مزاحم کسی شوم و همی که پیش مردم ریشخند شوم. ما یک راهنما دارم. باید یک محترم داشته باشم به خاطر که همراه مشتری خودی طرف و طرف میرم. درست است پدر، یک بار شما شروع کنین باز میبینیم. زنده باشی بچه. من میفهمیدم که تو مرا درک میکنی و همراه من همکاری میکنی. جمیله؟ چی شده دختر؟ چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست پنار. حتما کدام گپ شده. آدم بدون کدام دلیل گریه نمیکنه. بیبی بلیاز خدا بگو که چی شده. بگو که کمکت کردم میتونم یا نه. حالا دیگه وعده که به کسی نمیگی. وعده میکنم که به کسی نمیگم. دیشب من در اتاق یوسف خان رفته بودم، اما قسم میخورم من کدام اسناد ندیدم. فقط به خاطر که اوای اتاق تبدیل شد کلکینه باز کردم. از ترس به خاله سلطانم چیزی گفتن نتونستم. آره من چی کنم پنار جان؟ اگه من را اخراج کنن باز چی خواهد شد؟ توبه، این گپم قابل تشویش است. تو هم به خاطر کدام گپا جگر خونی میکنی؟ فقط اتاق یوسف خان الماس است که ما داخل شده نمیتونیم. وقتی که داخل میشدی تو را کسی دید؟ پس تشویش نکو جانم. طرف ما ببین. تو فکر کو که در اتاق یوسف خان داخل نشدی ها؟ جمیله گوش کو.
در این قصر بغیر از ما و تو کسی دیگه به درد ما نمیخوره. بس است دیگه. آی جانم البته که من از تو حمایت میکنم جمیله جان. حالا دیگه لطفاً گریه نکو. اگه خاله سلطان آمد با سر اردوی ما شک میکنه زود باش دیگه. حالا بیا دیگه. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. از اول براتون بگویم این قسم نمیشه. داشتن این رقم و ترلوکس مدیر اجرایی رئیسه بیراخات کرد. مام تمثیل خاندان خانجی اغلو را میکنم. از یک کده مدل پایین به ما نمیزیبه. تمام چیز به خاطر خانجی اغلو ها؟ آقا محمد به نظرم فراموش کردین امروز زیاد کار داریم. به مارکت میریم. در قیصری یک انجینیر منتظر ماست و لوازم میفروشیم. درست است. قیم موتر شما را پارک کرده. همراه محترمه به کار خود ادامه. تشکر میکنم. من در موتری که نمیفهمم راننده چه قسم رانندگی میکنه نمیشینم. همین قانونم است. بچه این به تو امانت باشه یک دانه. درست است عزیزم تشویش نکن. بیاز مادرمان پیش توران است. اگر چیزی ضرورت شد برام زنگ بزن. درست است. بیز حالا از گپ مادر سرپیچی نخواد کردم. با امید دیدار جان. با امید دیدار. مادر جان صبح بخیر. لطفا نخیزین. تو چرا خدا به زحمت ساختی؟ بی از اون خو اینجا بودم. یوسف من اینجا رساند. گفت که خبر شما و توران بگیرم. خوب است. مادر قسمی که گفته بودین امو قسم شد. یوسف صبح امرا یک دسته گل آمد. از من معذرت خواست. من خو برات گفته بودم. بچه ما بسیار دلسوز و با وجدان است. وقت فهمید که در این کار اشتباهی تو نبود پشت آمد دخترم. بله حق با شماست. ای که برام گفت توران به خاطر تو مریض نشده باز بسیار خوش شدم مادر جان. حتی براتون گفته نمیتونم. اگه او از خاطر ما چیزی میشد من چی میکردم؟ او وقتی یک مادر خوب بوده نمیتونستم. حمیده خانم. بفرمایین دکتر صاحب. خیرت باشه. دیروز وضعیت تورانه به یوسف خان گفتم خدا را شکر که حالا به خون ضرورت نداره. فعلا این اختلاف در گروه خونش با پدر و مادرش مرا به تشویش ساخته. یعنی چی؟ امروز خواستم گروه خونه خانم گلسوم در پرونده ها ببینم. از اینکه آقا شوکت رخصت بود متاسفانه به نتیجه نرسیدم. دکتر صاحب اگه پرونده‌های کسایی که قبلا فوت کرده بررسی کنین به خاطر که گلسوم در شفاخانه ولادت کرده. راست میگین؟ من از این گپ خبر نداشتم. پس من به همکارایم بگویم که پرونده را یک بار بررسی کنن. از او طریق شاید فهمیده بتانیم خانم. راست میگین. گپ خوب است. جونت چند ساعت میشه که گم هستی؟ گوش کو بریم راستی تو بگو کجا درست از پدر قبه تشویش نباشین میایم. اگه آمدن این نصیب صاحب دکانم بگویم. جونت صادق جان امیال امرای دکتر گپ زدم. دوای تنوشته میکنه. کارای مرخصی تخلص کردیم تا شام خانه رفته میتونیم. از وکیل خبر دارین؟ امرای اونم گپ زدم. به خاطر خارج شدنت کدام مانع وجود نداره. تا شام بخیر خانه خود میریم. بچیم تشویش نکن. تمامش به خاطر توبراک است. اگه او انسانیت کده شکایت خود پس نمیگرفت آلد زندان میبود بچیت.
من قصد جانو را کردم و او زندگی دوباره به من داد. صادق جان اردقا نام او دختره به زبانت نبیار. با چشمای خودت ببین که باور کنی که دیگه شما زن و شوهر نیستین. صادق جان شما دیگه از هم جدا شدین بچه. از او خاطر فکر کردن درباره توبراک بس کو. بعد از این فقط متوجه خودت باش بچه. وقت خوب شدی زندگی جدیدت شروع کو. نه مادر، توپراک انسانیت کرده، شکایت خود پس گرفت. ما انسان شده کوشش میکنم دوباره او را به دست بیارم. صادق پشت چیزایی که امکان نداره نگرد. از این چیز خبر نداری گپ میزنی. چی شده مادر؟ حالا برات نمیگم بچه. هر وقت از اینجا خارج شدی باز خودت او را خود فهمیدی بچه. بچه میفهمی توپراک بر همیشه از اینجا به استانبول رفت. به استانبول رفت؟ اونجا به خاطر کی رفته؟ اونجا خود کسی کوی نداره. امروز شوهر جدید خود یک زندگی نو آغاز میکنه. صبح خیر. صبح خیر یوسف خان. محمد تعالی نامده. نخیر تا هنوز نامده. آقا یوسف شفا باشه. درباره تونان شنیدم بسیار جگرخون شدم. زنده باشین. حالا خوب شده، قابل تشویش نیست. روزتان بخیر. زنده باشین. من خوب هستم. شما چطور هستین؟ خوب هستم، کاملا خوب هستم. تورانم خوب است. من فعلا در دانشگاه هستم بیادر. براتون یک خبر بسیار زیاد خوش دارم. در امتحان عمومی بیادر ما درجه سوم گرفتیم. آفرین، با تو افتخار میکنم خواهر جان. نه اونجا رفتی از یام کده بهتر میشه. بیادر جان خواستم بفهمین که شامل شدن ما در اینجا بیفایده نبوده. ببین درس میخوانم آهسته آهسته نتیجهشان به دست میارم بیادر جان. ما بالای تو کاملا اعتماد دارم خواهر یک دانه. تا وقتی که نتایج ندیده بودم اصلا باورم نمیشد بیادر جان. نتیجه را چوکات کرده در دیوار اتاق خدا بیزان میکنم. بچم دکان گفته گوشای ما خوردی. حالا که برای دکان گرفتیم گم هستی. تا حالی کجا بودی؟ این آمدم پدر بس از دیگه. بر صورت آقای محترم صاحب دکان است. بچم جونت. از دیدنت خوش شدم جونت. ما از دیدنتون خوش اگه خواسته باشین اول دکان ببینیم بعدم گپ خود زدیم. خوب است، درست است، میبینیم. درست است بیادر جان. ممری ترم میبوسم باز شام میبینیم. بچه کاکا وقت داری؟ بیا بچه کاکا. کجا بودین؟ از پیش انجینر آمدم. با خاطر طرح مارکت یک دیزاین انتخاب کردم که مطمئن هستم تو هم او را خوش میکنی بچه کاکا. خوش باده هم خواه آمد. چند روز بعد آمدم میشه بچه کاکا. بسیار خوب. یعنی قدم اوله برداشتیم. بله برداشتیم. حتی راه زیادی رام پیش رفتیم. بعضی کارهای دیگر رام پیش بردیم. فقط تزیین اتاق ما پس مونده. اگه اجازه شما باشه من برم اون رو پیش ببرم بعدن تمام شه به شما میگم. درست است، بفرمایید. تشکر میکنم. بسیار دختر هوشیار است. در بین تمام پروژه ها گفت که فقط امیره میگیریم. باز بیبی با این پروژه خود ما در مارکت نام خود کشیدیم. یعنی که مادرم آدم درسته به ما روان کرده. خوب دیگه از خانم کاکاین باید همین قسم توقع داشته باشیم. راست میگی. میخواستم با تو یک گپ بگویم بچه کاکا. خیرت باشه. نمیخوایم که تو غلط درک کنی، اما خسر تو بسیار یک آدم دو پا برآمد. میخوایم ما را به شرمانه. چرا باز چی کده؟ با دکان جدید خود که فرنیچر خریده بل پرداختش به ما ارسال کرده و ما مجبور شدیم که او پول بپردازیم بچه کاکا. اگه خواسته باشی یک بارم راش گپ بزن. شخصیت او همین قسم است بیادر. نمیشه در یه عمر تغییرش بدیم. به هر صورت در دادن فرنیچر شرکت ما سقوط نخواد کرد. اگر لازم باشه ما هم راش گپ میزنم. با اجازه تلفن جواب بده. بیا از او ما میرفتم.
کار ما که میشه پول نیست و گپ که سر خانم هوا میایه پول زیاده است. یوسفا میخوایم برات خوشخبری بتم. مریضی بچه مالو خوب شده. تب، استفراغ، تمامش خوب شده. حالا قلبم راحت شد. فعلا کاملا خوب است. بله خوب است، اما بازم باید استراحت کنه. امروز دکتر گپ زدم، گفت امروز مرخصش میکنیم. اما یه بسیار زود نیست جانم. اگر ضرورت باشه کمی دگام اونجا بانه. دکتری گپ گفت حالا خوب شده، خانه برده میتونیمش. بزو مادر جانم میگه از مکره کسی از نواسیم خوبتر پرستاری کردن نمیتونه. درست است. من مراد روان میکنم که بعد از ختم رسمیات شما را به خانه برسانم. درست است جانم، ما منتظر هستیم. روز بخیر سلما. خاله سلطانه خوش آمدین. راستش خوش نامدیم. چند دقیقه کار خود رها کن که گپ بزنیم. بیاین اینجا بشینین. چیزی میخواین خاله؟ با خوردن و نوشیدن اینجا نامدیم. من تو بسیار یک دختره هوشیار و با تربیت فکر میکردم سلما. ای که چی وقت از راه برآمدی نفهمیدم. خاله شما چی میگن؟ تو نمیفهمی که من چی میگم؟ ده حق منور چطور تو کار کردی؟ هیچ عذاب وجدان نکشیدی؟ تو خو از طفولیت میفهمیدی که امین و منور یکی دیگه خدا دوست دارن. دختر احمق با خانم حمیده دروغ گفته او دختره به 100 بهانه از خانه میکشیدی. بسیار بد است، بسیار برد شرم است. دختر از خدا بترس از خدا. همیقه که من اشتباه کردم به همون اندازه امینه هم اشتباه کرده خاله. ما او را به هیچ کاری مجبور نساختیم، خودش پیش ما آمده بود. بچه‌م به خاطر که تنها مانده بود پیش تو آمده بود. دختر جان تو هم از این موقع استفاده کردی. سر نفست حاکم شده نتانستی نه سلما؟ چرا برش یک راه حل پیدا نکردی؟ من این کار اشتباه فکر نمی کنم خاله سلطانه. دختر اعصاب مرضی بیشتر خراب نکو. خاله سلطانه این موضوع مربوط به من و امین میشه. تو اما قسم فکر کن. امین فریب داده تانستی اما مرا فریب داده نمیتونی. یک دختره هوشیار هیچ وقت اتو کار نمیکنه و هم امرای دوست صمیمی خود. خوب گوش که دختر این مشکل دو راه حل داره. اگه اتو یک اشتباهی کردی فرداش یک تابلت میخوری مشکل حل میکنی، خود نجات میتی. باید پشت بچه مرام رها کنی. اگه نه باز میفهمم که همراه چی کنم دختر احمد. اگه نه چی خود کردین؟ باز وقت میفهمی که چی میکنم. دقیقه تو هستم و نه دقیقه طفل دختر جان. نمیفهمم با کی گفتم میرم. پیش تو بسیار وقت کم از سلما جان. چند روز بعد همگی دی مورد خود فهمیدن. دهن مردم بسته کردن خود دانستی. نمیمانم که بچه مستو شوه. کارتان خوب پیش میره؟ قسمی که میبینین کوشش میکنم که جای به جای شوم. گفتم شاید به چیزی ضرورت داشته باشین. بسیار تشکر. واقعا مرا متعجب ساختین. اقا جادم سر خود فشار نیارین. پدرتان پول دار است، با پول ضرورت ندارین. با شرکت خانجی اغلو هم با واسطه خانم بیادرم آمدین. اقدر جاد خدا به زحمت نسازین. اجازه بدین افرادتان امرتان اطاعت کنن. هر کس هم مثل خود فکر نکنین آقا محمد. من اینجا واقعا به کار کردن آمدم و حالی هم اگه اجازهتون باشه میخوایم اتاق خود تنظیم کرده به کار شروع کنم. اجازه شماست. تشکر میکنم. با کمک ضرورت داشته باشین آماده هستم.
یاسمین؟ نامم فراموش نکردی. تو اینجا چی میکنی؟ با یادت تو آمدیم صادق. از مریضیت خبر شدم، جگرخون شدم. همیشه برای دعا میکردم. بسیار پشت دق شده بودم. چرا پشت دق شدی؟ پشتی وضعیت بیماری و خرابم، یا به خاطر دیدن وضعیتم آمدی تا لذت ببری؟ لطفاً صادق قسم نگو، خواهش میکنم. از مرا؟ یعنی بچی من؟ بله، طفل از تو است. وقت فهمیدم عامل هستم زیاد خوش شدم، به خاطر که آخرین نشانی تو است. مرا به تعجب ساختی یاسمین. ما تو را بخشیدیم صادق، و اگه تو بخواهی باز با این طفل یک زندگی نو شروع میکنیم. کل چیز از اول شروع میکنیم. خواهش میکنم همراه ما بیا. یک زندگی نو شروع کنیم، تو، ما و طفل ما. یک زندگی خوش آغاز میکنیم. وقت آرام بخش نوشته کردیم حمیده خانم. ده هر 12 ساعت نیم دانه برش بتین. دواها که خلاص شد یک بار بیاین که نتیجهش ببینیم. دکتر صاحب اگه دوباره تبش زیاد شوه باز؟ بعد تبش هم دوا دادیم خانم. دواهای آرام بخش حتما تاثیر میکنن. اگه به خاطر استفاده دوا تب کرد باز میتونین یک بار دگان پیش ما بیارین. بچشم. بسیار زیاد تشکر. او موضوع خون چطور شد دکتر صاحب؟ همکارای ما تحقیق میکنن، باز نتیجهش به یوسف خان میتیم. درست است. بسیار زیاد تشکر. روز بخیر. مادر جان مراد لباسا رو به موتر برد. خوب است. ما هم دیگر نواسی خدا گرفته بریم. پرستارا گفتن ما تا موتر براتون میاریمش. چی شد مادر؟ دکتر دوا داد؟ آها، اول باید به دواخانه بریم، اونا را بگیریم که از یاد ما نره. درست است. راستی موضوع گروپ خون چطور شد؟ به تشویش شدم. خون کار بوده مادر جان؟ به خدا ما هم نفهمیدم دیگه. وقت دکتر صاحب مریض دید باز این نسخه را نشته کرد، اما بازم میخواه که باید گروپ خونی گلسوم بفهمه. به تشویش شده. توبه توبه، شاید یوسف ازش خواسته باشه. دوران هم گروپش نبود از او خاطر. ولی از خدا چی فرق میکنه؟ فقط که نواسیم از خانواده خانجی اغلو نباشه بان که تحقیق کنن. خدای نخواسته دخترم سبا روز کدام مریضی دیگه نبیایه باز او وقت چی خواد شده ما تو نیست. حق به جانب هستیم. تو هنوز هم درباره او دختر فکر میکنی جونید؟ نه بچیم، او موضوع دیگه خلاص شد. بیادرت یک دفعه که یک نفر علاقه دیگه در قصهش نمیشه. هوا دیگه در زندگیم نیست. او را فراموش کردیم. آفرین به تو جونیت بیادر. با خدا که به جای تو کسی دیگه می بود یا خود می کشت و یا او را از بین می برد. با خدا تو یک مرد سی جونیت بیادر. میگن خیر سیاد کو دانگه در دست بگی بچیم. لعنتی ای دیگه از کجا شد؟ سلام علیکم عادل. علیکم سلام، خوش آمدین یوسف خان. خوش باشی. میتونم کمکتان کنم؟ عادل زیاد وقت ندارم. با ما یک چیز ظریف بتین. با کسی تحفه میدین. شنیدیم که نامزد شدین. تبریک باشه. به نامزدتان میگیرین؟ اما تو نیست؟ زنده باشی بیادر. پس قسم که از با شما بسیار یک چیز خاص نشان میتون. نشان بده ببینم. جمیله همیال داخل اتاق توران برو آرام بیشی. بسیار متوجهش باش. همیال کم آرام شده. اگه وضعیتش خراب شد عاجل به من خبر بدی. زود باش دخترم، زود باش. ما فکر میکنم ایره دیدیم. ایره قبلا هم به من نشان داده بودی؟ شاید دیده باشین یوسف خان. این سیده شما خریده بودین.
بدنم حضور شما یعنی آقا رمزی آورد به ما فروختش. ای بچه چقدر زیدی است. از بیخوابی به حال شده اما بازم نمیخواه بخوابه. تو به خدایا. هوا دخترم به جمیله بگو که لباسهای خود پیش توران ببره. طفله نباید تنها ایلا کنیم. معلوم است دیگه تو پراک رفت. حالا باید تمام چیز از سر برنامه ریزی کنیم. مجبور هستیم. مادر جان شما تشویش نکنین. وقتی عروسی کردیم کل چیز خوب خواهد شد. کسی هم از جاش به جای نمیشه. البته دخترم. بیرونه بیبی چقدر تاریک شده. شام شده به خدا. تو هم تمام روز خسته شدی دختر. ما چیزی نکردم مادر. وظیفه این بود. دست شما زیاد خسته شدین. فرق نمیکنه دخترم. اما ما در کلان هستم. یک دوا که خوردم تمام خستگیم رفت میشه. حالا دخترم تو هم به خانه‌ت برو. مادر تا به تشویش نساز. نه اونا به تشویش نمیشن. میفهمن که اینجاستم. یوسف هم در سال خاط آمد. من منتظرش میباشم. قهوه آماده کنم تا خستگیتان کم شوه. نه دلم نمیشه. زنده باشی. پس شما بشینین. من براتون دوای ضد درد میارم. آی دیوانه خود شدم. دیوانه خود شدم از دست ای دختر. آی امروز 50 بار برات زنگ زدم. چرا تلفن تا جواب نمیدی؟ دختر تو فکر میکنه همراه کی گپ میزنی؟ من هم میخوایم همراه تو یک دختر گپ بزنم. از اینجا گم شو. همطور است. کسی که حد و حدود خود نشناسه من همراهش گپ نمیزنم. مرا تهدید به مرگ کردی دختر. نه که فراموش کردی دیروز همراهیم جنگ کردی. مروارید گردنم خودت چسبانده بودی. او دیگه گپ بود. ای دیگه گپ است. تو در قصهش نیستی. اما حمیده مادر میخواه که گروپ خونه توران و مادرش بفهمه. نزدیک است که ما و تو رسوا شویم. به ما چی؟ در قصهش نیستم. ای چی معنا داره؟ تو دیوانه شدی؟ نه خدا را 1000 بار شکر. بسیار سر حال هستم. اما تو در این روزا خوب معلوم نمیشی. به میزودی و چهره اصلیت به همگی معلوم خواهد شد دختر جان. این نامزدی به یکیتانم فایده نرساند. بهتر است که پیش از اینکه یوسف دستت گرفته از این خانه بکشه باید خودت غمت بخوری. تو کاملا دیوانه شدی خاله. اما اینو فراموش نکو. وقتی اینو حقیقت فهمیدن همراه من یک جای از این خانه بیرون خواهد شدی خانم سلطانه. کسی که چیزی به از دست دادن نداشته باشه او از هیچ چیزی نمیترسه خانم هوا. یعنی چطور یعنی اگه خانم حمیده از گپا خبر شوه باز وقت هر دوی ما را از این خانه خواهد کشید. اگه با تو یک جای شده کوشش پنهان کردن این کار کنیم تو که در این خانه به صفت عروس آمدی باز ما را بیرون خواهد کردی. اگه خانم حمیده خبر شوه یا نشوه من ضرر خواهد کردم. تو هم باید با ما یک جای تبا شوی شریک جان. این گلاره ما و تو با هم یک جای آب دادیم. اما حال تو میگی به ما چی هر چی که شد؟ پیش از اینکه این کار میکردی باید اندیشه میسنجیدی دختر جان. حال هر کاری که میشه بان که شوه. فهمیده شد خاله. فهمیده شد. اما این خوب بفهم که این آزاد هیچ خوشم نامد. در قصهش نیستم که خوشت آمده یا نامده. یوسف خان پول شما. تشکر عادل. قابلش نیست یوسف خان. انشالله که نامزدتان حتما خوش میکنه. چی میگی بچیش؟ امشب نامزدیشون با هم میخورن؟ با خدا اگه در این کار کمکت بتونم بسیار خوش میشم بیادر. عادل این دختر چرا تحفه نامزد خدا فروخته؟ چرا نداره بچیش؟ از دسته که چشم سفید است. این دختر هم جیب تو رو خالی کرده و همه از یوسف خانه. این مردم خانه آدم در روز روشن دزدی میکنن جنید. من از خود میترسم که یک دفعه ما هم فریب نخورم. نه پدرش درست اما هوا پول دوست نیست.
دیگه ای که میفهمم هوا عاشقی یادم است. این دختر به چی ضرورت داره؟ چرا این کار کنه؟ عادل، تو گفتی که رمزی دیوانه تنها به فروختنی سیت آمده بودم، تو نیست؟ بله جانم. بابا حال کجاستی؟ خانه استی؟ بله عزیزم، در خانه هستم. درست است همونجا باشه نری، ما چند دخوابت میرسیم. درست است عزیزم. جمیله، خیرات باشه هوا. حمیده خانم در داخل است. نه خیر، امروز تو که یک جای برآمد تا دیگه نامده. توبه توبه، در اتاق خود نرفته باشه. به هر صورت راستی شیطانی دیشبت از یادم رفته بود جمیله. راستش من ازت نگفتم هوا، ترسیدم که توران چیز نشه، از خاطر برات گفتم. خوب است. از اینکه حالا فهمیدی که توران به خاطر من مریض نشدن شاید راحت شده باشی، ولی خوب شد که حالا فهمیدم که در این خانه کی دوستم است و کی دشمنم. خدا لعنتش کنه. نمیفهمم که ورق چی شد. اگه به دستای خودم نمیماندم حالا میگفتم که شیطان بردش. درست چانس از بین بردن هوا برم پیدا شده بود که دفعتنی ورق گم شد. حالا هر چیز زودتر باید پیداش کنم. فقط بگویی دختر کدام بنده مخلص خداوند باشه. نه ایون فرمان ادامه خانم هوا.
رمزی دیوانه دروازه رو باز کن احمق دروازه رو باز کن رمزی دیوانه دروازه رو باز کن احمق باز کن میگم احمق صدای جونیت نیست کی است که قدر عجله داره؟ آمدم. یوسف خان خوش آمدین بچیم. خاله توران کجاست؟ در اتاقش خواب است. شکر تبشم کم شده. کی از پیشش؟ جمیله. هوا کجاست؟ همینجا بود. پیدا کده پیش ما روانش کنین. بچه‌شون بچیم همیاله. خوش آمدین یوسف خان. خوش باشی پنور. تو در اینجاستی؟ در تلفن صدای درست شنیده نشد. من فکر کردم که شاید بخوایی امرایم تنها گپ بزنی. نه خیر، کدام گپ نیست. خواستم پیش از خانه رفتنت یک دفعه ببینمت. بذار من به خاطری که تو را ببینم تا حال منتظرت بودم. بسیار مقبول است. کاملا مثل چشمایت هوا. راست میگی؟ زنده باشی. میبینم گردن بنده را که برات خریدیم هیچ نمیپوشی. تو خود گفتی که خوشم آمده. کدامشه؟ سید کریستال میگی؟ نامش نمیفهم. همو که الماس داشت. خوش دارم، چطور ندارم، اما چنگکش کمی خراب شده بود. مادر مام گفت نپاش که یک دفعه گم نشه. خب به ما میدادیش. ما بازرگر میدادم جورش میکرد. به هر صورت فردا میریم جورش میکنیم. هر دوی ما یک جای. ضرور نیست جانم. مادرم به کدام زرگرد داده. صبح یا دیگه صبح حتما او را میاره. پیش عادل خانه برده. نمیفهمم. ازش نپرسیدم. تو فکر میکنی که ایره به ترمیم داده؟ از فروشی خبر نداری. همه نیست؟ هوا از تو پرسیدم. از اینکه چپماندی یا نه خبر داشتی؟ ای چندم این دروغ است هوا. اول درباره رفتن توپراک دروغ گفتی. بعد از او درباره غذای توران و حالا هم درباره گردن بند. تو چرا تو میکنی هوا؟ چرا با ما دروغ میگی؟ ما تو را یک انسان بسیار صادق فکر میکنم، اما تو بار بار برم دروغ میگی. چرا؟ در این دنیا از یگانه چیزی که نفرت دارم دروغ است. امروز صبح برات نگفتم که لطفاً با من راست بگو. هر مشکلی که داشتی یک جای حلش میکنیم. نگفتم برات هوا جواب بده. گفتی. تا حالا برام چند بار دروغ گفتی هوا. میخوایم همیاله درباره کلش بفهمم. اگه قرار باشه که با تو عروسی کنم باید بالای تو باور داشته باشم، اعتماد داشته باشم. اما تو با من دروغ میگه. چطور بالایت باور کردم میتونم؟ گفتن نمیتونی که برای دروغ نگفتیم.
هوا بیبی یک بار دیگه ازت میپرسم، فقط یک بار. با ما هر قدر دروغ کتاب حال گفتی میخوایم کلش بفهمم. شاید یک راه حل برش یافته این موضوع رو بسته کنیم. اگه تو برم نگویی باز آخر یک قسم حقیقت خود فهمیدم. باز وقتی رابطه ما با پایان میرسه. بله همدیگه خدا شناختیم. بله درست است که ما انگشتر را پوشیدیم اما پس میکشیم همه چیز خلاص میشه. شب بخیر دخترا. منور هوا با ما جواب بده. دگان با ما دروغ گفتی یا نه؟ نه خیر گفتن نمیتونی که دیگه برای دروغ نمیگم. گفتن نمیتونی. هر چیزی هم که بوده او را نمیگی. تو کی هستی هوا؟ کی هستی؟ آیا تو هم آدم صادق راستگویی که من مشناختم هستی؟ یا که آدم هزار چره کابوس های ما هستی؟ کدامش هستی؟ ای کارا را تا چی وقت ادامه میتی؟ دیگه سرت اعتماد ندارم. به خاطر که با ای کارایت مرا شاکی ساختی. اینا چی بودن؟ کلش یک تصادف بودن؟ یا که تو اصلا مرا نمیخوایی؟ یاد زندگی تو کس دیگه ای است. هوا حالا دیگه برو. دوباره گپایم فکر کن. وقت پیشم اومدی باید جواب داشته باشی. فعلا برو. این وضعیت برام عجیب معلوم شد. خواستم خودم همراهتان ملاقات کنم خانم. توبه توبه. موضوع درباره توران از دکتر صاحب؟ نه خیر. بعد از رفتن شما دوسیای سابقه بررسی کردیم. طبق حدس ما گروپ خون خانم گلسوم پیش ما ثبت بوده. بچیم خدا نگاه کنه بچیم کدام گپ شده؟
دکتر صاحب من خو نفهمیدم کجای این قضیه عجیب است. باش که براتان واضح بگویم خانم حمیده. سر نخوردن گروپ خون توران با یوسف خان و خانم گلسوم. بله. یعنی از لحاظ طبی ناممکن است خانم حمیده. چه قسم یعنی امکان نداره که توران طفل یوسف خان و گلسوم خانم باشه. امکان نداره. تو به خدای کم مونده که از حال برم دکتر صاحب. متاسفانه حقیقت همی است. تا جایی که ما میفهمیم توران طفل یوسف خان نیست. یا به خاطر پاکتی که در جایتان بود خف هستین؟ او پاکت یک آدم بیگانه آورد گفتن ایره به یوسف خان بتین. مامور سر تخت شما موندم. چی میگن خاله کدام پاکت؟ چی بفهمم کدام پاکت؟ ایره خب میفهمین که عادت ندارم به چیزای خصوصی دست بزنم. ما کدام پاکت ندیدیم. توبه توبه. ای با خدا قسم میخورم چند دقیقه پیش همینجا مانده بودم. بچیم از تو که در پیش کسی خوب به اتاق نامده بود. هوا سر تختم کدام پاکت بود؟ برات میدادم اما وقت جنگ کردیم از یادم رفت. در داخلش چی بود؟ تو خواندیش؟ یوسف بس است. مرا بیشتر از آزار نده. چیزی که مربوط تو میشه چرا بخوانم؟ چی نوشته یوسف؟ توران طفل من است. یعنی چطور؟ چطور؟ ایرو نمیفهمم اما با زودی معلوم میشه. یوسف اگر میتونی حال خود نجات بده خانم هوا. مطمئن هستیم؟ معاینات اشتباه نشده باشد دکتر صاحب؟ حمیده خانم
من خودم دوباره تمام معاینات بررسی کردم. میفهم قبول کردنش به شما بسیار مشکل است، اما من متاسف هستم. اما این گپ هیچ باور کردن نمیتونم دکتر حتی صاحب. اگر حقیقت اگر به شما نمیگفتم بسیار بد میشد. فعلا به اجازهتان من میرم. البته. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، زنده باشین، به زحمت شدین. اگه خواسته باشین من نتایج معاینات براتان دادم میتونم خانم. فعلا شبتان بخیر. شب شما بخیر. یوسف، من باور نمی کنم کی کار کرده باشه. چرا کرده باشه؟ حتما کدام اشتباهی شده. تو با اشتباهی چی؟ تو رابطه فرق بین اینا را ببین هوا. این نشانه انگشت نداره. خدا لعنتشون کنه. اصیل، تو با همه شرکت که دینه تو را نمای نکده بود زنگ بزن. هرچی زودتر باید اونا بو گزارش یک بار دیگه به من ایمیل کنن. بسیار عاجل است، منتظر هستم. یوسف، دکتر توران خانه آمده بود. میفهمی که برام چی گفت؟ او درباره گروپ خونه گلسوم شک داشت بچیم. یوسف توران، دکتر گفت که توران نواسه من نیست. خبر دارم مادر. من خبرت میگم قول من قول از بچه. حال دینی میشه من قبول از کجا کنم؟ من اگه می داشتم از تو چرا قرض میگرفتم مجبور شدم. اما بیبی وعده میتونم که قرض خود برات کم کم بپردازم. تو تشویش نکن. تو از کل ما کده پول داره سی رمزی پدر. بازال تو خود خانجی اغلوها هستی. راز میگین. در تقدیر من همی بود. چی کنم دیگه؟ اما من در قصه پول نیستم. یگانه امید من خوشبختی هوا دخترم از بچیم. خوشبختی دخترت است. با ما گپ ناق نزن. تو چه قسم یک آدم هستی ها؟ چه قسم یک آدم هستی؟ نفهمیدم. او سیت هوا را که فروختی نه تحفه یوسف خان بود. او را میگم. آخه او را میگی فهمیدم. تو خو آدم نمیمانی که گپ بزنم. من بجای پدرت هستم بچیم. شرم است شرم. حالا تو هم گفته بودم شرمتم. ای گناه من نیست. هوا برم گفت که من ایره نمیپوشم برو برم تبدیلش کنم. تبدیلش کردم. با ما فکایی نگو رمزی. فکایی نگو. هوا او سیت برات داد تا که فروخته قرض مرا بتی رمزی. تا که من خاموش شده کدام کار انجام ندم. اما تو مو بوله بجایی که به ما بتی خودت گرفتی ها؟ توبه مرا دوست فکر کردی بچه. او هم در مقابل پول دخترم. بیبی تمام پول ها جمع همه هست. بگی کلش بگی از تو. آوازی کارت خبر داره احمق. گفتم آوازی کارت خبر داره احمق. خاله یوسف خان مرا کار داشت. از کجا فهمیدی خاله؟ می فهمیدم دختر. آی یکی باشه.
کی بدی را در حق ما انجام دادن. خداوند مهربان تو ما را کمک کن. مادر جان آرام باشین. تا حال نامده بچیم؟ نه خیر نامده پدر. ای چه قسم گپ است بیادر؟ این واینات کدامش درست است؟ من چی بفهمم بیادر؟ هرچی که باشه چند دقیقه بعد معلوم میشه پدر. ما با این فکر هستم که این کار کی است. تا جایی که میفهمون دشمنام خو نداریم. با نظرم یک کس بوده میتونه. او هم خانواده گلسم است. بالاخره هر کسی میخواه عضو خانواده خانجی اغلو باشه. نتیجه آمد. بچه از برای خدا بگو، برم بگو که توران نواسی ما است یا نه. ما از تو چی بپرسم و تو برم چی جواب میتی؟ تو چرا سر من فشار میاری؟ گناه من چی از دیگه؟ من میگم که از او پول استفاده نکردیم. او پول ما به هوا دادم و ای که او چی کرد بکی داد مربوط خودش میشه، از من نمیشه. بس از دیگه. تو نگفتی که خوشش نامده؟ ها؟ گفتی که میخوای تبدیلش کنه. میفهمم که راست نمیگی، میخوای گپا تیر کنی و خلاص. ما اصلا نمیخوایم گپا تیر کنم. تو غلط در کردی بچه. چیزی را که باید میفهمیدم آقا رمزی. با تو فقط 2 هفته وقت میتم. یا که آدم واره پول ما برم پس میتی، یا که یوسف خانجی اغلوی بزرگ ایره خواهد فهمید که پول نامزادیش از جیب ما پرداخت شده. فهمیدی یا نه؟ من از آمدنت بسیار خوش شدم سلما. تو از کجا فهمیدی که من در اینجا هستم؟ به خانه تون زنگ زدم، پنار برایم گفت. بیبی من بالاخره در دانشگاه ثبت نام کردم. دوست خوب مهربان من. بسیار وقت شده بود که قسم ششته و با هم دیگه گپ نزده بودیم. ما به تو بسیار گپا به گفتن دارم سلما. اگه راست بگویم من برات بعضی گفتنیا دارم منور. درست است، اما اول باید بر من تبریکی بدی. ما در امتحان دانشگاه 3 نمره شدم. هرچند باید نمرات خوبتر از این میگرفتم، اما برای شروع نمرات بسیار خوب است. همون نیست؟ راستش نتیجه مزی بهتر بوده میتونست، اما در این وقتا مادرم کمی بر مشکل ایجاد میکنه. فکر میکنه مامانت میکنه، اما حالی که ما این را آغاز کردیم تا آخر شام ادامه میتم. آی سلما، یک دفعه فکرش کو اگر در یکی از دانشگاه استانبول کامیاب شوم با خدا میخوانم هیچ کس مانیم شده نمیتونه. شاید تو هم پیشم بیایی سلما. انشالله. انشالله. اما میفهمی سلما، اگه خوشیارا با تو تقسیم کردن نمیتونستم باز هیچ ارزش نمیداشتن. ای میبخشی، از اجازت به تو هیچ فرصت گپ زدن ندادم. خب تو میخواستی چی برام بگویی؟ ما با تو میخواستم بگویم که پشتت چقدر دیق شده. آی دوست عزیزم، شکر که من تو را دارم سلما. فقط 2 هفته با یادت باشه. باز چی گپ شده آقا رمزی؟
شاید خداوند خواسته که ما و امین در استانبول به هم دیگه برسیم. تقدیر است دیگه. یعنی تو به فکری نباش که ما گپای تو را نشنیده گرفتیم. تو گفتی که احساساتش تغییر کرده، حتی شاید که به کسی دیگه دل باخته باشه. تو خود گفتی اما امکان نداره. او از ما منصرف نمیشه. مطمئن هستم. ما از منصرف شده نمیتونم. سلما تو خوب هستی؟ من خوب هستم. سلما؟ 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 اگه تو از ما چیزی را پنهان نمی کنی پس چرا قسم در گوشه با هم دیگه گپ می زدین ها؟ زود باش بگو. او همراه تو چی کار داشت؟ کار چی؟ من همراه جنید احمق هیچ کاری ندارم. خب اگه ای تو از پس چرا اینجا آمده بود؟ با مسائل کو نه که او آدم هنوزم میخوای همراه هوا عروسی کنه. هیچ نپرس، همه قسم است. امکان نداره. بچیم چشم عاشق کار می باشه. تو خوی گپ خوب میفهمی. رمزی نه که باز کدام گپیست که من ازش خبر ندارم ها؟ نه جانم، هر چیزی را که میفهمم تو هم میفهمی. چی بفهمم دیگه؟ در جایی که آتش نباشه دودام وجود نداره. حتما او هنوزم کدام دروازه امیده دیده. اگه نه چرا او آدم تا هنوزم از هوا منصرف نشده ها؟ به نظرم هیچ لازم نیست که تشویش کنین. کاکا بیا که همراهش گپ بزنیم، ازش گپ بگیریم تو حقیقت بفهمیم ها. هوش کنی بچه. یعنی این گپ به خاطر گفتم که از او گپ گرفتن همیشه ناقود خسته نسازیم. بدون کمک شما کسی به این خانه داخل شده و گزارش تبدیل کرده نمیتونه. از این خاطر باید بالای کلتون اعتماد کرده بتونم. ببینین امکان داره خواسته یا نخواسته بازی چه کسی شده باشین. از این خاطر خوب فکر کنین. حالا رفته و پلیس شکایت میکنم. نمیخوایم شما را ناراحت بسازم اما باید پلیس تحقیقات خود انجام بده. اگه مجرم بعداً معلوم شود برش بسیار بد میشه. خوب فکر کنین. خوب گوش کنین. این موضوع یک موضوع خرد و عادی نیست. هر دویتان با واسطه ما در اینجا استخدام شدین. مسئول هر کار شما مستم. اگه کدام چیزی را دیدین یا میفهمین همیاله به ما بگوین. اگه شما هر دویتان در این کار دست داشته باشین باز بهتر است که برین قبر خدا بکنین. اگه بفهمم شما جرأت خیانت به این خانه را کردین به دستای خودم جزایتان خواهد دادم. خواهر بلیازا خدا گناه ما را ناق بگردن نگی. به خداوند قسم میخوریم که ما چیزی را نمیفهمیم. باز میبینم دختریم به زودی حقیقت مثل روز روشن خواهد شد. درست است خاله، درست است. ما گفتن یا را برشان گفتم. اگه چیزی را بفهمن و خاموش بانن باز خودشان مسئول هستن. تا امروز ما دروغ را ندیدیم که آشکار نشده باشه. خواهر به خدا راست میگم ما چیزی نکردیم اصلا. با ما چی که توران بچی کی باشه؟ خواهر یک چیز خوب بگو لطفا. این قسم طرف مسائل نگو. باور کن که ما راست میگیم. گپای یوسف خانه خو شنیدین. بانن که حقیقت برملا شوه. باز وقت ما همراهتان گپ میزنم. توبه توبه. هر اتفاقی که مفته سر ما مندازن. دختر
گزارشم از پست رسان گرفته بودم. اگه سرمش را باز چی؟ باندگه یه قسم گپ نزن جمیله. اگر دروازه را من باز میکردم چی میشد؟ گزارش من نمیگرفتم چطور؟ حالا دیگه داخل بیا. اوف. یوسف ما همراهتان بیایم؟ نه خیر، تو هم اینجا باش. ما میریم گپ میزنیم و پس میاییم. ما همراه بچه کاکایم هستم. تو تشویش نکنی انگه جان. یک دفعه همراه ما بیا. چی شده دختر؟ چرا همراه ما قسم رفتار میکنی؟ با ما سعی کن. تو چرا گزارش در اتاق یوسف ماندی ها؟ چطور این کار کردی؟ دلم میشه که اینجا از بین ببرمت. تو بسیار یک زن بیشرم هستی. باز از او دخترای بیچاره حساب میپرسن. با تو چی که من چی میکنم؟ تو متوجه کارهای خود باش. فکر نکن که تو نجات میابی سلطان خانم. گپ یوسف رو نشنیدی؟ او پشت این موضوع را اعلان نمیکنه. اگه ما نشیم با سردی ما نابود میشیم. همراه تو گپ میزنم کرخو نیستی. گوش کن چی میگم. امو قسم که گزارش در اتاقش ماندی. امو قسم ما را از این مشکل نجات میتی. حالا یوسف پلیسا را گرفته اینجا میایه. باز از کل ما تحقیق میکنن. اگر سرانگشت پیگیری کنن باز چی؟ چطور نجات پیدا کنیم؟ همراه تو گپ میزنم خاله نمیشنوی؟ از اول نبایدی کار انجام میدادیم. برات خود گفته بودم که نباید گزارش تبدیل کنیم. نگفتم؟ اما نه خیر، در قصه شید نشدی و به عاقبتش فکر نکردی. حالا خوش شدی سلطان خانوم؟ فعلا کل جای آتش روشن شده. هر دوی ما خود سوختیم. چرا نمیفهمی خاله؟ پس بجای گپای ناق برو یک سطل آب آماده کن. فهمیدی؟ تو واقعا دیوانه شدی. بله، تو دیوانه شدی. چطور فکر میکنی که به این آسانی از این مشکل نجات پیدا میکنی؟ ها؟ این قسمی هر دوی ما نابود خواهد شدیم. برات خود گفتم ما در قصه هیچ چیزی نیستم، اما به گپم باور نکردی. خب حاله فهمانده تانستمت؟ بسیار زود پلیسا تمام حقیقت برملا خود ساختن. ها، اگه پلیسا نتانستن حقیقت برملا بسازن، باز خودم به یوسف کل چیزه دانه میگم و قبر تو را میکنم. به گوشای باز بشنو خانم هوا. ها، فکر میکنی اگه دانه خدا باز کنی باز من چوب میباشم؟ اگه خودم رفته کل چیزه برش بگویم باز چی میکنی؟ مرا میترسانه که کل چیزه برش میگه. کسی که چیزی به از دست داده نداشته باشه باز چی میکنه؟ من یک لقمه نان خدا از هر جای پیدا کردم میتونم. اما تو نابود میشی دختر. یوسف تو را در یک لحظه از زندگیش بیرون میکنه. آینده تا شوهر محترم و پول داره تا از دست خود دادی. حالا در ماشین حساب کن که کدام ما بیشتر ضرر میکنیم.
به خدا مراد مام هیچ نفهمیدم که چطور شد. ده همو وقت شب یوسف خان از ما تحقیقات کرد. اما خدا کنه که به کس درد سر جور نشه. مراد، من بعدن برات زنگ میزنم. جمیله چی شده دختر؟ جمیله مرا دیوانه نساز و بگو که تو چی شده؟ تمامش کار اونا بوده پنار. به خدا تمامش کار اونا بوده. کاری کی بوده جمیله؟ واضح ترکب بزن. به نظر مامور پلیس به زودترین فرصت قطع برملا ساخته و مجرمه به ما تسلیم خواهد کرد. هیچ شکی وجود نداره. مجرم هر قدر ماهر باشه بازم پیداش میکنه. شاید چیز معلوم شده باشه. ما بالا میرم. ما هم پیش پدرم میرم. حتما به تشویش شده. درست است بشیم. خیرت باشه پدر. این نوشیدن پنهانی تان هیچ وقت ترک نمیکنین؟ چی کردین؟ چی کنیم دیگه؟ یوسف گزارش داده و شکایت درج کرده. آمر پلیس گفت که پیدایش میکنیم اما ما پشتی قضیه را رها نمیکنیم. این موضوع با تو چه ارتباط داره بچیم؟ نه که ما خانجی اغلو نیستیم پدر ها؟ آنها هر قدر که ما را از خود دور نگاه کنن بازم ما زایی خانواده حساب میشیم. فردا صبح وقت پیش خانواده گلسان میرم ببینم که اونام دایی کار دست دارن یا نه. بچه می بیچاره چطور با این خانه آمده و گزارش تبدیل کرده بیتانن؟ وقت انسان قصد یک کار کنه باز حتما انجامش میده. فکر کو پدر دایی کار از همه بیشتر فایده کی است ها؟ حتما خواستن که طفل یک خانجی اغلو به اثبات رسانده از میراث برخوردار شوند. پدر ما یک لیری خودم با کسی نمیتون. حاله یوسف چی تصمیم داره؟ همراهی و بچه چی میکنه؟ هنوزم چیزی نگفته. فعلا میخوایی را بفهمه که این کار کی بوده. خانم کاکاین به تشویش است. از وقتی که در مورد این موضوع شنیده هر بار میگه که توران نواسیمت چی خواهد شد. ببینین اگه یوسف دل بسوزانه و بخواه که طفل پیش خود نگاه کنه ما اعتراض میکنم گفته باشم. نه دیگه طفل یتیم مردم با ما چی؟ اینجا کدام پرورشگاه نیست. یوسف باید طفل از این خانه و از این خانواده بر همیشه بیرون کنه. پلیسا چی گفتن؟ اونا تحقیق میکنن، یعنی اینجا آمده با همگی گپ میزنن. پس خوب است حقیقت به زودی برملا خواهد شد. انشالله. کاش که میفهمیدم این کار کی بوده، کی کار انجام داده میتونه. اگه یک بار با خود فکر کنه بسیار کار طفلانه انجام داده. نمیفهمم کدام کارم باعث شده که دشمن پیدا کنم. بچه کاکا خانم کاکایم خوب نیست. درست است میایم. یوسف اگه خواسته باشی من خانه میرم، تو هم اینجا همراه مادرت باش. اما اگه بخوایی که همراهت باشم میباشم. تو برو یک دانیم، لازم نیست اینجا باشی. برو استراحت کن. اما اگه خبری شد برام بگو، درست است؟ من مرادم میگم که تو را برسانه. با این بریم. جمیله لطفاً گپ بزن، یک چیز خوب بگو. این قسم مثل مردان نباش لطفاً جمیله. چیزایی را که ما شنیدم هر کس میشنید همه قسم میشد پنار. جمیله شاید غلط شنیده باشی، شاید اونا در مورد کدام چیز دیگه گپ میزدن. من غلط نشنیدم پنار.
هوا واضح سر سلطانه خواهر چیغ میزد، میگفت تمامش اشتباه تو است، تو گزارش تبدیل کردی. مخو هیچ چیز نفهمیدم جمیله. خب درست است. فکر کنیم که هوا از این کار فایده به دست میاره، اما سلطانه خواهر چرا خدا ناق باید آتش بندازه جمیله؟ چی بفهمم پنار؟ من تمام چیزایی رو که شنیدم برات گفتم. کاش که تو هم هیچ چیز نمیشنیدی جمیله. چرا گپای اونا رو تا آخر گوش کردی ها؟ حالا که گوش کردی جنجالشون بکش دیگه. نه خیر، من این پنهان کردن نمیتونم. باز طرف یوسف خان چطور ببینم؟ اما نمیفهمم چه قسم برش بگویم. دختر نیکه تو دیوانه شدی ها؟ تو نبایدی گپا رو به یوسف خان بگویی. پس چی کنم؟ اگر نگویم باز هیچ وقت نمیفهمه که نامزدش چه قسمی دختر است. او بیچاره به خاطر دوست داشتن هوا افسوس بخوره یا به خاطر موضوع او طفل. بعد تو چی دختر؟ حال حل کردن مشکل یوسف خان بزرگ به تو مونده؟ ده یک گوشه خاموش بشی. این فریبکاری است دختر اگر در این موضوع خود دخیل بسازی باز هم هوا و هم سلطانه خواهر تو را از بین میبرن. تو نمیبینی وقتی اونا یک جای میشن از شیطانم خطرناکتر میشن. اگه هوا و سلطانه خواهر بفهمن که تو از گپ اونا خبر داری، فکر شکدی که همراه چی میکنن؟ اونا یک دقام تو را نمیمانن که نفس راحت بکشی. او وقت از تمامی کارایت پشیمان خود شدی. نه خیر، ما از یوسف خان همیشه خوبی دیدیم. آلی موضوع رو پنهان کردن نمیتونم. بسیار بد میشه پنهار. جمیله مرا دیوانه نساز. میفهمی که در این قضیه پلیس دخیل است، دولت دخیل است، حتی قدرت خود یوسف خان به خاطر برملا ساختن هی حقیقت مرموز کافی است. تو باید خاموش باشی. با ما گوش کو. قسم تصور کو که تو اونجا نبودی و هیچ چیزم نشنیدی. درست است؟ حاله ما میرم همین کار انجام میدم جمیله و تمام گپای تو را نشنیدم میگیرم. اما پنهار اما ماما نداره جمیله. تو کم استراحت کو و خود راحت بساز. وقت فردا بیدار شوی باز خودتا مرا حق به جانب میدانی. درست است؟ حالا ما میرم و میبینم که دیگه چی اتفاق افتاده. ما ممریت میایم. بسیار با تشویش هستم. تو استراحت کو، بخواب. فهمیدی؟ اگه از ما پرسیدن میگم که سرش درد میکرد از مخاطر استراحت کرده. اوف. ما برسانمتان؟ نه خودم قدم زدم میرم. دی وقت شب نباید تنها برین. یوسف خان قهر میشه. هوا سرد است. بیا من میرسانمتان. گپی نیست مراد، خودم میرم. چرا ای طرف و او طرف میگردی؟ چرا قسم طرفم سل میکنی؟ فقط که من قاتل پدرت باشم. با توران غذا آماده میکنم. پس عجله کو. چرا منتظر هستی؟ خواهر توران بعد از اینجا می باشه؟ تو چرا قبط تشیش توران هستی؟ حق میراثش خب به تو نمیرسه. در هر کار مداخله نکن. متوجه کار خود باش. ای نمیفهمم که ما با کی بدی رساندیم. حق کی رو پایمال کردیم. حتی نخواستم به کسی ضرر رسانده نمیتونیم. از برای خدا بچیم یک چیز بگو. مام نمیفهمم مادر. هیچ چیز نمیفهمم. ما در چه قسم یک شهر زندگی میکنیم؟ در اطراف ما چقدر آدمای پست هستن. هر کسی کار کرده باشه به زودی معلوم میشه. باز حساب ای کارش میپردازه. شما تشویش نکنین. مادر
مادر جان شما راحت باشین. باز خدای نخواسته فشارتان بالا میره و مریض میشین. اوف یوسف من، فکر میکنی بسیار آسان است؟ فکر میکنی من درکت نمیکنم، اما من از رگ رگ تو با خبر هستم. تو به یک طفل خورد بچیم گفتی و پدرش شدی. حالا او دفتن بیگانه میشه. این خو اینقدر آسان نیست بچیم، آسان نیست. درست است. درست است. حالا توران منه چی خود شد؟ دیگه چی میشه خانم کاکا؟ خانوادهش پیدا میکنه و پیش اونا میفرستیمش. ما خو از طفل مردم مراقبت کردن نمیتونیم. اوف خدایا، اوف خدایا. درست است حمیده، بس از دیگه. ما خود تمام مشکلات خود یک روز حل ساختن نمیتونیم. همتون نیست؟ در این مورد تحقیقات لازم انجام میشه. اجازه بدید که اول بفهمیم قضیه از چی قرار است. آی خانم حمیده دوایتان بخورین نگه فشارتان بالا میره. آی بلیاز خدا سلطانه، بلیاز خدا از اینجا برو. بز در غم جان کندن و قصاب در غم چربو، از اینجا برو. سلطانم تو برو، من متوجهش میباشم. حالا خانم لطفاً برو استراحت که. حالا دیگه برو. آی چرا مرا درک نمی کنین؟ من میخوایم پیش نواسیم باشم، میخوایم در کنار او باشم، بی از او مرا هیچ خواب نمیبره. شما چرا نمیفهمین؟ باید یوسف هم کمه تنابانیم. بخیز خانم بخیز، بیا جنم بیا. بخیز حالا بیا دیگه بیا دیگه. آه بچه مقبول من، آه بچه بدتالی من. اوف خانم سلما، اگه این طفل میخواین باز باید متوجه خود باشین. بعد از این هیجان و تشویش و نگرانی به شما ضرر داره. بعد از این زیادتر متوجه میباشم. اما او دوسته فعلا از حامله بودن من خبر نداره. تا یک مدت نمیخوایم از این موضوع کسی خبر شوه. اگه امکان داشته باشه برای چیزی نگوین. تشویش نکنین، تا وقتی که خودتان نخواین کسی خبر نمیشه. قسمی که گفتم باید متوجه خودتان باشین و هر چی زودتر با همسرتان معایناتتان تکمیل کنین. بازم شفا باشه. زنده باشه. دکتر صاحب، سلما چطور است؟ او خوب است؟ گپی قابل تشویش نیست. وضعیتش خوب است. تشویش نکنه. خوب است. این خودش آمد. بازم شفا باشه. تشکر، زنده باشین. سلما چطور هستی؟ خوب هستی؟ گرچه دکتر صاحب گفت که خوب هستی، اما دلیلش نپرسیدم. چرا دفعتاً وضعیتت خراب شد؟ چیز مهمی نیست منور. قند خونم کمی پایین آمده بود. وقتی در دکان بودم مدت زیادی چیزی نخوردم. حتما از همین خاطر بوده. آفرین به تو، باز خودت هم اقرار میکنی. چرا متوجه صحتت نمی باشی؟ مگه میشه شکم خدا گوش نگاه کنی؟ کاش که برام میگفتی که با هم یگان جای میرفتیم یگان چیز میخوردیم. گرچه من برات اصلا فرصت گپ زدن ندادم و بسیار گپ زدم. به هر صورت حالا بریم یک چیز بخوام. نه خیر، دلم نمیشه. من باید هر چی زودتر به دکان برم. در اونجا کسی نیست. دیوانگی نکن سلما، لازم نیست به خاطر دکان قطع تشویش کنی. حالا دیگه بیا که بریم یگان چیز بخوریم. او دکان نگانه منبع درآمد است منور. اگه تو به خاطر دانشگاه آرزوهایی داری، من به خاطر دکانم دارم. بهتر است که ایره بفهمی. درست است؟ درست است. معذرت میخوایم. پس بیا که تو را تا دکانت برسانم. بیبی لطفاً سر من فشار نیار. درست است؟ میخوایم کمی هوای تازه بگیرم. در ضمن قدم زدن بهتر است. اگه لازم بود باز برات زنگ میزنم. سلما؟
به خاطر اتفاقات بسیار متاسف هستم خانم. واقعا بسیار مشکل است. خداوند کمکتان کنه. نفهمیدم چی گپ شده محسن بیادر؟ مرا ببخشین خانم. فکر میکردم که شما خبر دارین. ما از چی باید خبر داشته باشم محسن بیادر؟ از موضوع توران. شنیدیم که توران بچه یوسف خان نیست. چی؟ زود باش باید بریم. دختره تو هستی هوا؟ ببین تو پیشتر سر دخترهای قسم خوردی که موضوع آمدن جونیت به هوا نمیگی و او را ناراحت نمیسازی، اما تو نیست. درست است فهمیدم. برو دیگه. هلا دختره چرا پیش ما نمیایی؟ تو خوب هستی؟ بله من خواب گرفته پدر. اما قسم معلوم نمیشه. کسی ناراحتت ساخته؟ گفتم که خوابم گرفته پدر، میرم استراحت میکنم. تو از خانه یوسف جان آمدی؟ صدای موتر در خونه شنیدم. یوسف چطور تانست که دی وقت شب تو را تنها روان کنه هوا؟ من خواستم که قدم بزنم، فهمیدی؟ میخوایم استراحت کنم اگه تحقیقاتت خلاص شده. البته که باید تحقیق کنم. در پیش ما و مادرت تو فقط باقی موندی دخترم. من هر لحظه به تشویش تو هستم. اگرچه تو خواهیچ در قصه پدرت نیستی که پدرت در چی وضعیت هست. خب به هر صورت دخترم. فهمیده شد پدر. بذار تو اگه مشکلی نمیداشتی قسم پیشوریم نمی آمدی. بگو چی گپ هست؟ خیرت باشه. قسم نگو که خفه میشم جانه. اوف شب بخیر پدر. درست است. بیبی یادت از وقتی که دست تنگ بود من تو را بسیار کمک کردم. حالیم دست ما تنگ شده و پول ضرورت دارم، یعنی به خاطر خودم نمیخوایم، به خاطر دکان. میفهمی مصارفش هیچ خلاص نمیشه. با خود جنجال جور کردیم، اما حال دیگر روی خواستن چیزی از یوسف هم ندارم. تو روی نداری؟ البته که ندارم. ما از خود غیرت دارم دیگه. اگه همراه یوسف گپ بزنی به ما یک لطف کنه و 2-3 هزار بده. درست است پدر. کدام امر دیگه؟ حالا فهمیدم که اگه گنج قارونم برات به تن سیر نمیشی. ما حالا وقت ندارم که با تو در این مورد گپ بزنم. باید برم بخوابم. شب بخیر. بعدن گپ میزنیم. من امرای تو همه قسم کردم. خیر باشه. مام نمیخواستم که قسم شوه، اما چی میکردم دیگه؟
یک انسان همیشه در مورد خود فکر میکنه، چندین بار فکر میکنه، همیشه همه قسم از جانم. آی اگه ما این حقیقت از همگی پنهان نمیکردیم، تو تا این وقت اینجا بوده نمیتونستی جانم. این قسم مثل خانها ازت مراقبت نمیشد. شاید به خاطر این قسم یک تخت و این قسم یک خانه حسرت میخوردی. اوی جانم، خاله سلطانت مقصر فکر نکن. در این دنیا هر کس تقدیر خدا خودش نوشته میکنه توران بچیم. انشالله که تقدیری تو هم روشن و بختت باز باشه. پدر؟ این گپ حقیقت داره پدر؟ توران باورم نمیشه. چطور این قسم یک اشتباه را انجام دادن پدر؟ اما این اشتباه نبوده دخترم. نفهمیدم. کسی گزارش تبدیلی کرده. چی؟ آی منور میبینی که سر ما چی روزایی آمده؟ کی کار پست انجام داده؟ مادر جان، بدی همیشه سر خوب میایه دختره. بیبی سر تو چی روزایی بده که نامد؟ حال سر یوسفم چی میایه؟ یک مادر چطور یه همه را تحمل کنه؟ چطور تحمل کنه؟ بسم الله. در بالا چی گپ است پنار؟ تو هنوز نخوابیدی دختر؟ خواب سر ما آرام است پنار. امی که چشمایم بسته میکنم صدای هوا در گوشایم میپیچه. چی گپ شده؟ یوسف خان از ماموریت پلیس برگشته؟ او رفته و با پلیس کل چیز گفته. اما جمیله، اگه وضعیت خانم حمیده را ببینی دلت برش میسوزه. اونا واقعا بسیار جگرخون هستن. بیچاره بالای سر توران ششته و نواسه گفته میره. کوشش میکنن که بخواباننش. کلش به خاطر ماست که میفهمم و خاموش هستم. جمیله، این وجدانت بالاخره تو را به کشتن میده. یک بار طرف هوا و سلطان خواهر بیبی فقط که از این چیز خبر ندارن، هر طرف چکر میزنن. با مثل کو قسم بخور که به هیچ کس چیز نمیگی جمیله. جمیله همراهیم وعده کو. جمیله درست است وعده میکنم. حالا قسم بخور که به هیچ کس چیز نمیگی. تو را میگم. قسم میخورم که به هیچ کس نمیگم. صحیح شد؟ توبرک عاشق تو بود یوسف. حال صحیح شد. میخواستی امیر بشنوی؟ متوجه هستی که چی میگی؟ ما درباره توپراک گپ میزنیم. او سبب شد که ما و تو یک جای شویم. خودخواه هستی، بخیل هستی، حسود هستی. تو را چی شده هوا؟ میخوایم با یک نیت پاکی کار انجام بدم. از توران مراقبت میکنم به خاطری که کمبود توپراک احساس نکنه. اینا گناهستن؟ البته که نیستن، اما موضوع فقط این نیست. پس موضوع چی است؟ بابا نه؟ اول به خاطر که دکانه به نام توپراک کدم قیامت برپا ساختی. بعد این مسئله عروسی توپراک. حالا امروی توران در اتاق خدا قید کده مادر من ناراحت میسازی. ما کسی ناراحت نساختیم، به خصوص مادرته. هوا نمیخوایم گپایی را که صبح در مورد توپراک گفتی باز تکرار کنی. ولی از خدا کارایی را که تو میکنی اصلا برات نمیسیبه.
ما میخوایم یک دلیل به خاطر این کارای به مفهوم تو پیدا کنم. با ما چند بار دروغ گفتی هوا. میخوایم تمامش بفهمم همیاله. نمیخوایم ای را بگویی که تو برام دروغ نگفتی، چون گفتن نمیتونی. یکی چه گپا مست نمیگی. تو کی هستی هوا؟ کی هستی؟ یوسف تو در این وقت شب اینجا چی میکنی؟ بیرون بیا، میخوایم امرایت گپ بزنم. درست است. یک چیز بپوش بیا. درست است. یوسف چی شده؟ از مأموریت پلیس کدام خبر آمده؟ چی شده؟ بیا که بریم. درست است. یک بار گوش کو. بعد از واقعاتی خاموشی بسیار خوشایند است. یوسف برام نمیگی که چی شده؟ ما یک بار بفهمم این سوالایی که در ذهنم است جوابایش پیدا کنم. از دیشب تا حال فکر میکنم که او کار کی انجام داده و چرا.
فکر میکردم که شاید با کسی بدی کردیم. کدام اشتباهی کردیم؟ یعنی شاید گناهی کردیم و خودم نمیفهمم. تو مرا از خودم کده بهتر میشناسی. از تمام وجودم با خبر هستی. تو بگو همراه ما چرای تو میشه؟ چرا یه اتفاق همراه ما میفته؟ ما تو را گریه دادم. چشمایت به خاطر ما تر ساختی. اون روز با گپای ما خفه ساختمت، اما او قسم نیت نداشتم. با او گردن پند هرچی میخوایی بکن. دلت که میپوشی یا او طرف نندازیش. به از او گردن پند از تو هست. خب دروغت تحمل کده نتانستم. از هر شب تو تمام زندگی هستی هوا. یگانه داراییم هستی. آهسته به طویل خانه خود داخل نمیشی. خاله بخیز که با هم گپ بزنیم. یک قسم جلادوری بالای سرم استاد نشد دختر. اگه کدام گفتنی برداشته باشم باز خودم پیدات میکنم. فعلا از اتاقم گم شو. خاله گفتم بخیز که گپ بزنیم. بخیز دیگه. در تمام کارا امرایم شریک بودی. آله من تنهایی کردن نمیتونی. امرای تو گپ میزنم. هر مشکلی را که ایجاد کردی باید آله حلش بسازی. به خاطر کارهای بد تو من یوسف از دست دادن نمیتونم. اگه ضرورت چه آدم میکشم، اما نمیخوایم اون از دست بتم. اگه تو هم جان خودت دوست داشته باشی باید امرای من کمک کنی. بچهشم خانم، گپایی را که گفتی جرأت کار داره که تو او را نداری. خاله تو مورستی که امرای من کمک کنی. دختر تو خوبه، من هیچ ضرورت نداری. خودت تمام کارا را به تنهایی انجام دادن میتونی. از عقل شیطانیت کار بگی و کل چیزا بر راهنمایی میکنه. حاضر هستم با دستای خودم تو را تسلیم پلیس کنم، اما هیچ وقت برات کمک نمیکنم. بفرمایید، خوش آمدین. خوش باشین. یوسف خان در بالا منتظرتان است. بفرمایید از طرف. شما بالا برید، من اونا را صدا میکنم. تشکر میکنم.
جمیله اینجا بیا بیبی که چی را نشان میتم. این عکس توبراک است. این واقعا توبراک است؟ البته که توبراک است دختر. اگه باورت نمیشه خبره برات بخوانم. ازدواج رئیس جدید شرکت اوویگاز امار اوویگاز با خانم توبراک بسته تمام رسانه ها و مردم شده است. یعنی که توبراک واقعا خوشبخت شده؟ خداوند دور از نظر بد نگاه کنه. هیچ کس باورش نمیشه که این دختر خواهر حواس راست میگم. بیازو جای او دی خانه نبود. خوب شد که از اینجا رفت. خدا کنه که همیشه خوشبخت باشه. آمین انشالله. حالا تو برو با مامورای پلیس چای ببر. اگر نی سلطان خواهر باز گپ میزنه ها حالا دیگه. تو باز آمدی دختر؟ یک بار خو برات گفتم که من همراه تو هیچ گپی به گفتن ندارم. چرا گپ من نمیفهمی؟ درست است. تو حق بجانه بستی خاله. واقعا من از حد خود گذشتم. وقتی یوسف عاشق من شد ما هم عاشق او شدم. پایم از زمین کنده شد. عقلم از سرم پرید. فکر کردم میتونم به تنهایی پرواز کنم و دیگه به کمک کسی ضرورت ندارم. اما اشتباه فکر میکردم خاله. اشتباه کردم. بعد از کارهایی که تو به من کردی حق بجانه بستی که از من خفه باشی. عذر میکنم مرا ببخش. اما لطفا این کار نکن. مرا در نیمه را تنها نمان. عشقی که برم دادی از من پس نگی خاله. مرا ببخش. نه خیر. حتی یک ذره به گپایت اعتماد کردن نمیتونم. خاله وعده میکنم هر کاری که ازم بخوایی برات انجام بدم. تو بسیار یک دختر درویی هستی. یکی چی وقت چی میکنی ایره خودت هم نمیفهمی. هیچ کاری نمیکنم. برات وعده میدم. هیچ لازم نیست. طرف خود ببین که با این کارایت هیچ کس آرام نموندی. قلب همه گیر شکستاندی. حال کاملا تنهاستی. به تنهایی خود هر کاری که میخوایی بکن. فقط از من دور باش. بسیار اشتباه کردم. زندگی من تباه و برباد کردم. تو هم میخواستی من در این حالت ببینی. به این حالت هم رسیدم. تو در بین ما یک دیوار ایجاد کردی هوا جان. حال تو او طرف دیوار هستی و من این طرف دیوار. خاله این قسم نگو قربانت شوم. من دوباره او دیوارا را با دست خودم چپه میکنم. وعده میکنم که دوباره مثل گذشته با هم یک جای میشیم.